سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تنتون سالم. امروز میخواهم که آموزش بدم چطور از سایت افغان پنل شما از ایران به افغانستان به سیم کارت مورد نظر خود شارژ یا بسته ارسال کنید. خب وقتی وارد سایت افغان پنل میشویم، دامنه سایت افغان پنل دقیقاً afghanpanel.com هست، پس اشتباه نشه. خب جهت ثبت سفارش کلیک میکنیم، انتخاب پلتفرم. اینجا شما میتوانید خدمات اینستاگرامی، تلگرامی، یوتیوب و بقیه پلتفرم هایی هم که به زودی اضافه میشه میتونید استفاده کنید برای خرید ممبر، خرید فالوور، لایک، ویو، سابسکرایب، هرچی. خب انتخاب پلتفرم رو میزنیم، شارژ سیم کارت انتخاب میکنیم، انتخاب سرویس رو میزنیم، 50 کریدت انتخاب میکنیم، شماره افغانستان خود رو برای فعال سازی وارد میکنیم. به صورت 07 گفته باید وارد کنید، 0789 6789 و من یه شماره همینجوری الکی اسمش خودم وارد کردم. شما میتونید همون شماره افغانستان خود رو دقیق وارد کنید که اشتباه نباشه، حالا نهایت پولتون هدر نره. خب وقتی شماره سیم کارت وارد کردیم به اون گزینه بالا، گزینه پایین ترش نوشته شماره تماس. اینجا باید شماره تماس خودتون رو وارد کنید برای دریافت پیامک و کد پیگیری. خب این چرا قیمتش رو محاسبه نکرده؟ خب ما دوباره باید 50 کریدت 100 کریدت انتخاب میکنیم، مجدد 50 کریدت انتخاب میکنیم، قیمتش اینجا محاسبه میشه 85,000 تومان. پرداخت رو میزنیم، اینجا شماره کارت رو باید وارد کنیم. کد امنیتی رو حتما باید دقیق وارد کنید. اطلاعات کارتتون رو وقتی زدید، شماره کارت، شماره شناسایی دوم CVV2، تاریخ انقضا، کد امنیتی، بعد دریافت رمز پویا رو میزنید. رمز پویا اگر شما فعال داشته باشید برای شما پیام. اینجا برای من پیام اومد 6075 74 6074. وقتی کد به صورت دقیق وارد کردید، پرداخت رو میزنید. به همین سادگی سفارش ما ثبت شد و کد پیگیری اینجا برای ما نمایش داده شد و همچنین برای ما پیامک اومد. پیامک میاد که سلام، سفارش شما 50 کریدت کارت افغانستان با کد پیگیری فلان با موفقیت ثبت شد. برای مشاهده وضعیت سفارش از طریق لینک زیر پیگیری نمایید. خب وقتی از داخل سایت تمام شد، شما پرداختتون رو انجام دادید، با این لینک و کد پیگیری که براتون پیامک میشه میتونید سفارشتون رو پیگیری کنید. خب من این روی این لینک بزنم. خب کد پیگیری رو باید من یه درجه کپی کنم. حتما کپی کنید که حروف کوچیک و بزرگش دقیق بیاد که اشتباه نشه. من اینجا الصاق کنم، کد پیگیری رو، شماره تماس رو بزنم. میتونید با همون فقط با همون شماره ای که داخل سایت، داخل کادر شماره تماس زدید، سفارشتون رو پیگیری کنید. نمیتونید با هر شماره تماس دیگه یا هر کد پیگیری دیگه شما سفارشتون رو پیگیری کنید. خب اینجا ما سفارش پیگیری میکنیم، میبینیم که زده مثلا شماره سفارش، تاریخ ثبت پلتفرم، شارژ سیم کارت هست، نو سرویس، تعداد، لینک منظور همون آدرس شماره است، در حال انجام سفارش است. به محض اینکه شما پرداختون رو انجام بدید، چند لحظه باید صبر کنید تا
سفارشتون پردازش بشه و اینجا در حال انجام شد و مینویسه سفارش شما تکمیل شد.